آموزگار در جامعه شخصی اساسی دانسته می شود. خوشبختانه در جمهوری تاجیکستان مقام و منزلت آموزگار بالاست. سلام بینندگان عزیز، پیشنهاد شماست برنامه نوبتی راهنما از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه آمدیم به این مؤسسه تا فعالیت علمی و ایجادی آموزگاری اصیل را به شما پیشنهاد کنیم. چهره نوبتی برنامه راهنما معلمه نازیگل خیرالله‌ای‌وро ما در حلقه خوانندگان دریافتیم. خوانندگانی که هنوز در صنف یکم تحصیل میکنند و از معلمه حرف و رقم میآموزند. ما نخواستیم روند درس را قطع کنیم و معلمه نیز به فهمانیدن و دانش آموزانیدن ادامه داد. معلوم گردید که معلمه نازیگل خیرالله‌ای‌و با سابقه بسیار ساله خود 35 سال به فرزندان خلق دانش اولین را می‌آموزاند. بعد مادر و مؤسسه تا مکتبی در زینه ابتدایی معلمه چون کلاهگری ماهر وارد دنیای رنگین کودکان شده در سیمای هر یکی آن نقش آفری می‌کند و نقش آفری به خاطر آینده درخشان هر خواننده است. مفصوف زحمت و تلاش و نقش آموزگار را در تربیه و دانش آموزانیدن نسل امروز اولین درجه می‌داند. آموزگاری کسی پر افتخار و پر شرف است و سبب این کسب را انتخاب کردنم پیش از همه مادرم هستند. من خود در عائله زیایی به وای رسیدم. مادرم آموزگار بودن و طی چند سال به تعلیم و تربیت نسل نورس مشغول بودند. در عائله برادر کلانم هم آموزگار بودند و امروز در نفقه هستند. وقتی که مادرم درباره حیات و فعالیت آموزگاری خویش قصه می‌کردند، به همین واسطه مهر همین کسب در دل من جای گرفته بود و سبب دیگری این کسب را انتخاب کردنم در آن است که چون در مکتب میانه تحصیل می‌کردم آموزگاری با تجربه پرتجربه آموزگاران به ما درس می‌دادند و آنها راه و اصول‌هایی را استفاده می‌بردند که به من خیلی معقول بود و از خردی در دل من این مهر پیدا شده بود و میخواستم همیشه آرزو میکردم که اگر من کلان شوم چون آموزگاران خویش به نسل نورس تعلیم و تربیت خواهم داد و با دستگیری استادان خویش، با دستگیری پدر و مادر و من سال 1987 به دانشکده آموزگاری داخل شده، آن را با موفقیت سال 1991 ختم نموده. طول 35 سال است که به تعلیم و تربیت نسل نورس مشغول هستم. در تطبیق سیاست دولتی در ساحه معارف آموزگار نقش کلیدی می‌بازد. این نکته را اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ذکر نمودند. در واقع کلید همه گونه دستاورد و پیشروی و استقلالیت فکری معلم، آموزگار و خزینه معنوی او به شمار می‌رود. از این روز ثمرناک به راه ماندن کارهای تعلیمی و تربیوی از جانب آموزگار امکانیت فراهم می‌آورد که سطح مفکوره و دانش و جهانبینی خوانندگان بالا رود و مکتبچگان هم قدم زمان گردند. معلمه نازیگل خیرالله‌ای‌وро
бо малакаи бисёрсолаи омӯзгории худ имрӯз кӯшиш мекунад, ки ба кӯдакон дониш омӯзад. Кӯдаконе ки ҳанӯз аз муассисаи то мактабӣ қадам ба остонаи мактаб мемонанд, таълиму тарбияи онҳо ба дӯши омӯзгори синфҳои ибтидоӣ вогузор карда мешавад. Бинобар ин, чун зинаи ибтидоии таҳсил, муаллима кӯшиш мекунад, ки хиштчини моҳир бошад, чунки шоир дар ин маврид гуфтааст: хишти аввал гар ниҳад меъмор каҷ, то ба охир меравад девор каҷ. آموزگاری کسب خیلی خوب است و وقتی که کسب خود را دوست می‌دارد همیشه کوشش به خرج می‌دهد که در این کسب یک آبروی به خود داشته باشد و من خیلی کسب خود را دوست می‌دارم. همیشه در جستجو و ایجاد هستم، زیرا تنها آموزگار حقیقی همان وقت به مقصد خود می‌رسد که اگر او جستجو کند، اگر او ایجاد داشته باشد و تنها به همین واسطه ما می‌توانیم به موفقیت‌ها نائل گردیم. و امروز من همیشه در جستجویم راه و اصول‌های را استفاده می‌برم که درس‌هایم شوق‌آور باشند و شاگردانم از درس امروزه چیزی به خود گرفته برند. نوزگل خیراللهی و طول چندین سال‌ها است که در همین مکتب مؤسسه رقم 55 کار و فعالیت دارد. معلمه در صنف‌های ابتدایی کار می‌کند. معلمه مادر مشفق، آموزگار کاردان و معلمه پرتجربه می‌باشد. من همچون رهبر اتحاد متدی در چندین درس‌های معلمه اشتراک کردم. از درس‌های معلمه بسیار چیزها رو برای خودمون گرفتیم. معلمه یک تجربه بای دارد و من همچون رهبر اتحاد متدی به آموزگاران صنف‌های ابتدایی توصیه می‌کنم که در درس‌های معلمه منتظم اشتراک کنند. معلمه بسیار متدهای نو رو به کار می‌برد. همه وقت معلمه درسشون با درجه عالی می‌گذرند. معلمه خودش یک شخص مهنت دوست است، کاردان است، پرتجربه است و همه وقت کوشش می‌کند که شاگردانشون با درس با آمادگی جدی بیایند. همه وقت شاگردانشون بی‌صبرانه معلمه رو انتظار میشن. آموزگار به شاگرد باید اصلا مهربان باشد، چون مادر باشد. وقتی که ما آنها را قبول میکنیم در صنف خود، ما برای آنها مادر هستیم و ما باید راه و اصول، یعنی مهربانی خود رو باید ما نشان. هیچگاه ما با کودک باید فشار نبیاریم و ما باید راه و اصول‌های را استفاده بریم که شاگرد خود امروز از درس ما چیزی به خود گرفته برند.
یافتیم که خوانندگان یکی از صنف‌های نهم و دهم شاگردان معلم‌اند و با معلمه به صنفخانه آنها رفتیم. سلام بچه‌ها. سلام. من شما خبر میدم. من رفتم یک شما ببینم کنی پیشروی‌ها چیه؟ خواندن‌ها چیه؟ آفرین. معلم شما کدامش نشناختید؟ همش شناختم، اینا همه شاگردان من. اینا کلان هم شون که ما اینا رو میشناسیم. اینا رو ما فراموش نمیکنیم. چون که اینا برای ما فرزندن. مادر فرزند خود هیچگاه فراموش نمیکنه. شاگردم باید هیچگاه مادر خود فراموش نکند. نابسته از سن سال. شما همه وقت باید سیمای مرا فراموش نکنید. من خرسندم از شاگردای خود، باوری دارم که اونها در آینده شخصیت‌های خوب در جامعه میشوند، موقع خود یافته میتوانند، برای خلق ملت خود باید اینو خدمت کنند. سلامت باشید. تشکر. برای که این آرزوی همیشه که من همچون آموزگار صنف ابتدایی برای همه همین نشسته ها میباشد. باید شوندن آینده آرزوی من همین است که شما در جهان پرچم بردار ملت باید باشید. معلمه خیرالله و نازیگل معلمه ابتدایی ما از صنف 1 تا 4 میباشند. معلمه خیلی بهترین میباشند. ما از معلمه خیلی درس ها یاد گرفته ایم. درس های معلمه خیلی شوق‌آور میگذاشتند. ما از آن کس دانش و تعلیم را یاد گرفته ایم. تمام مشکلی های از درس ها نمیفهمیدگی ما رو معلمه به ما یاد داده اند. ما به شرافت این معلمه حاضر خیلی درس ها را از خود کرده. علممان دانشمان خیلی زیاد می باشد. معلم فخری دوران بود و باشد، عزیزی این همان بود و باشد. به قدر روشنی کس می رسد شب، چراغی راه انسان بود و باشد. آبروی خود رو من دریافتم. من هم خوردم و هم آبروی یافتم. امروز شاگردان من در تمامی ساحه‌ها کار و فعالیت کرده ایستادند. هرگاه که در کوچه رو برای آنها میشوم و میفهمم که فایده آنها در جمعیت خوب است، یعنی آنها جای خود رو در جمعیت یافتن، من خیلی خوشحال میشوم و امروز من خوشبخت هستم که شاگردان زیادی رو تربیت کرده به پای رساندم. شاگردان مؤسسه، شاگردان خود معلمه در آزمون‌های مکتبی، داخلی مکتبی و بیرون از مکتبی اشتراک نموده جایهای فخری را اشغال می نمایند که این افتخاری مؤسسه می باشد و این چنین معلمه با مناسبت معلمه با آموزگاران مؤسسه، با خوانندگان مؤسسه و والدان خیلی خوب می باشد. معلمه نازیگل خیرالله و ضمن فعالیت آموزگاری مقاله‌های زیاد علمی و عمومی نیز نوشتند که با این کارشان به رشد ساحه معارف سهم نظر گذاشتند. بنفشه باغ معرفت، فرزند نکو، شاگرد نکو. من کتابخوان شدم. ارزیابی در نظام تعلیم صلاحیت‌ناکی، نان قدر و قیمت زندگی، یادداشت‌های پندآموز، عینی مربی صاحبدل و استاد سخندان و مانند اینها از موضوعهایی میباشند که مورد ذهن آموزگار قرار گرفتند.
در برابر تعلیم و تربیت نسل نورس من باز به ایجادکاری مشغول هستم و حکایه های من، مقاله های من پیوسته در صحیفه های مجله روزنامه ها به دست چاپ میرسند و 2 کتاب نیز نوشتم، یکی آداب خوب و دیگر نخل جوانی باش زیبی دوستان به دست چاپ رسیده است که امروز آموزگاران از آن استفاده میبرند. آموزگار خیرلوی و نازیگل طی 35 سال است که در مؤسسه نامبرده یعنی مؤسسه تحصیلات ملی عمومی رقم 55 کار و فعالیت دارد. معلمه در طول فعالیت کاریش همچون شخصی خاکسار و با تمکین در تکاپوی علم و دانش، همچون شخصی با معرفت در جستجوی علم و دانش شناخته می شود. از آن افتخار میکنیم که ما آموزگاران همراه معلمه کار و فعالیت داریم. همیشه در معلمه با آموزگاران جوان یاری عملی خود را، یاری متدی خود را میرسانند. آن کس مؤلف چندین مقاله و کتاب‌های دستورهای متدی میباشند که دستورهای متدی را آموزگاران مؤسسه سرمشق کار خویش نموده. همیشه آموزگاران دستورهای از چوب برآمده معلمه را در فعالیت کاریشان همچون دستور متدی، همچون دستور روی میزی خویش استفاده میبرند. فعالیت آموزگاری من با استقلالیت وطن برابر است. من خیلی خوشبخت هستم که با استقلالیت وطن یک جا به فعالیت آموزگاری شروع نمودم و شکر از آن میگویم که امروز در تاجیکستان آزاد در یک فضای صلح و ثبات کار و فعالیت داریم و همه ساله با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، با دستگیری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، صدها مکتب‌ها و باغچه‌ها ساخته به استفاده داده شده ایستادند. چون خود شاهد هستید امروز من در چنین یک مکتب نو زمانوی کار و فعالیت دارم و برای همه ما آموزگاران و خوانندگان شرایط‌های خوب مهیا گردیده است. جواباً به این غمخواری‌های سرور دولت ما آموزگاران همیشه کوشش به خرج می‌دهیم که از راه اصول‌های استفاده بریم که شاگردان ما در آینده موقع خود را در جامعه یافته توانند و ما باید شاگردانی را به وای رسانیم که در آینده معرفگر و پرچمبردار ملت باشند. منتظم معلمه رو من در جای کارش میبینم، منتظم در امون اتاق کاریش و مشغول کار است. منتظم در معلمه در پی نوآوری هست، متدای نو رو در درسش استفاده میکند. معلمه یک تمام درس رو با یک نوآوری میگذراند. هر یک درس معلمه، هر یک نوآوری معلمه بسیار شوق‌آور است. هیچگاه آموزگار اولین خود را فراموش نمی کنم. اون کس برای ما همچون پدر درس می دادن. هر یک درسی او در خاطره های من باقی مانده است و امروز من هم می خواهم چون استاد خود برای شاگردان خود همچون مادر باشم. مادر من برای من هم مادر بودند و هم استاد بودند، یعنی هم تربیه می کردند و هم تعلیم می دادند. من از مادر خود بسیار چیزها را گرفتم. وقتی که اون کس قصه ها می کردن من با دقت گوش می کردم، قصه هایی که اون کس از فعالیت خود می گفتن و من کوشش کردم که چون مادر خود برای وطن و خلق خود خدمت رسانم.
بینندگان عزیز، رسیدیم به انجام برنامه راهنما. امیدوار هستم که برنامه نوبتی به شما پسند آمد، به شما از فعالیت علمی و ایجادی آموزگار خوانندگان صنف‌های ابتدایی برخوردار گردیدید. همیشه پدر و مادر و آموزگار را دوست دارید و احترام نمایید. خیر.